خوش اومدید به یه قسمت دیگه از دوره آموزشی طراحی ربات تلگرام به زبان PHP. خب همونطور که می‌بینید این کانال تلگرام ما هست و یه دونه گروه ایجاد کردیم. فعلا خودمونیم، کسی نیستش. یه دونه گروه ایجاد کردیم، امیدوارم داخلش جوین بشید و با هم دیگه حرف بزنیم. ایراداتی هم اگر داشتین حتما خودم اینجا پاسخگوام دیگه. حالا این با اکانت همینطوری اومدم ولی اکانت اصلی بنده این است. خب بریم شروع کنیم. داخل این قسمت قراره با متد انگارن سند آشنا بشیم، سند مسیج آشنا بشیم. ابتدای کار برای آشنایش باید به داکیومنتش مراجعه کنم. میزنم چی؟ بات API تلگرام. همونطور که این قسمت میام وارد متد ها میشم. بخش متد ها ما با getting update کار کردیم. این هم تایپ ها هست. همونطور که می‌بینید تایپ هایی که گفته توی آپدیت ها برمیگردونه. مثلا last name داشتیم دیگه چیا داشتیم؟ تایتل، first name داخل چت بود. اینها رو ما داشتیم و کار میکردیم با ایشون. حالا میخوایم بریم سراغ چی؟ متد هایی که ما میتونیم بزنیم برای اینکه کار کنیم با رباتمون. پس میام وارد متد میشم. همونطور که میبینین یه گتمی رو من بهتون قبلا یاد داده بودم ولی اینجا هم بهتون یاد میدم. داخل پستمن توکن رو میزنید و متد رو اینجا میزنید. سند رو که بزنیم مینید کل اطلاعات ربات رو برای من برمیگردونه. یه سیستم لاگ اوت داریم، یه دونه کلوز داریم برای انتقال هست. حالا بعدا در موردش حرف میزنیم. خیلی چیزای باحالی هستن. و اصلی ترین چیزی که قراره با هم دیگه یاد بگیریم send message. اون چیزی که قراره برای ما چه کاری رو انجام بده؟ قراره برای ما برای کاربرمون پیامی ارسال کنه. خب گوده این send message چجوریه؟ یه پارامترهایی داره. اول از این که شروع کنیم به پارامتر خوندن بیایم این متد رو فراخوانی کنیم. پس من این رو برمیدارم و داخل پستمن اینجا میزنم send رو میزنم. می‌بینید یه اروری داره میگه آقا مسیج شما که میخوای ارسال کنید تکست نداره، تکستش خالی هستش. خب پس من باید یه پارامتر با نام تکست بدم، بیام پیداش کنم. می‌بینید اینجا این دقیقاً همونطور که اینجا گفته وضعیت به اجبار بودنش، یعنی اجباری هست یا نه. همونطور که یه دونه تکست اجباری، یه دونه چت آیدی. بچه چت آیدی چی بودش؟ یکم فکر کنین. چت آیدی دقت کنید، چت آیدی اسمش آشنایی. بیام با هم دیگه فیکس کنیم ببینیم چت آیدی چی شد. من میتونستم اینجا چی بگم get updates و send رو بزنم. تمام آپدیت ها رو برای من نمایش میداد. خب الان ما داریم از وب هوک استفاده میکنیم دیگه، برای همون اینجا نمایش نمیده. ولی میومد چیکار میکرد؟ تمام آپدیت هام رو نمایش میداد و میگفت چه آپدیت های ارسال شده. خب این آپدیت هایی که ارسال میشد ما اینجا گفتیم یه دونه from ID داریم که از قسمت مسیج from IDش هست. یه دونه چت داریم از بخش IDش، یعنی آیدی داخل چت هست و چت هم داخل مسیج. خب برای اینکه گفتیم ساختار ما استاندارد باشه اون بخش اصلی رو می‌نویسیم و اون ساختاری که توشه رو اینجا بعد آندرلاین قرار میدیم که میشه چت آیدی. پس این هم داره همونو میگه آقا جان تو باید یه چت آیدی بدی که من میام بهش میدم. این چت آیدی میشه حکم چی؟ حکم اون چتی که قرار من بهش یک چیزی ارسال کنم، یه داده ارسال کنم. پس یعنی چی؟ پس یعنی همین پیوی که دارم. ما یادمون هست که داخل پیوی به ربات پیام میدادم، آیدی عددی کاربرم رو برمیگردوند، یعنی اون شناسه اکانتم رو برمیگردوند. پس من میتونم شناسه اکانت اینم رو بهش بدم تا برای من اینجا یه دونه پیام ارسال کنه. بریم با هم ببینیم. قبل از اون من بات یوزر اینفو رو آوردم که به این نشانی هستش، میتونید واردش شین. برای اینکه استارت کنیم اون شناسه یکتای اکانتمون رو برای ما برمیگردونه. این شناسه هستش که ما بهش میخوایم پیام بدیم. گفتیم زمانی که تو پیوی ربات باشیم من بهش پیام بدم، اون چت آیدیش چی میشه؟ آیدی اکانتی که داره بهش پیام میده. پس اینه. من این رو برمیدارم و اینجا قرار میدم. حالا سند میکنم، بازم داره به من میگه آقا یه مشکلی داره. این سند مسیج کنیم، فقط سند مسیج. ببینید بازم داره به من میگه مشکل داره. تکست رو بهم ندادی. تکست چیه؟ تکست کده باید چی باشه؟ از نوع استرینگ باشه که یک متنی هستش تا اینقدر کاراکتر، یعنی 4096 کاراکتر میتونه داخل خودش قرار بده.
پس میتونم چی بهش بدم؟ یه دونه string بدم. اینجا تکست رو بنویسیم، مثلا داخل دابل کوتیشن میتونید بذارید، اصلا 1000 تا کار دیگه کنید. من میزنم سلام یا بنویسم های I am robots، یه همچین چیزی و سن رو میزنم. خب مینید چت آیدی رو نوشته ایمپیتیه، یعنی وجود نداره، تیک شو چون نزدم فعالی کردم. و سن رو که بزنم میگه آقا اوکی یه چیزی برگردون. من بیام داخل پیویم، اینجا یه دونه نوتیفیکیشن اومده، یه پیام جدید دارم. از کی؟ از رباتم. دقیقا همین متنی که من اینجا نوشتم رو بهش داده. دیدید چه باحال شد الان کارمون؟ ولی چه چیزا اینجا برگردون؟ یکی مسیج آیدی رو برمیگردونه، مسیج آیدی این رو دقیقا برمیگردونه. و اگه میگه from یعنی از کی بوده، از چه کسی ارسال شده، از ربات بوده که این بوده با این یوزرنیم و داخل کدوم چت ارسال شده، داخل این چت. و اون تکستی که ارسال شده چی بوده؟ به عنوان مثال یک دیتای ساده شده رو برای ما برمیگردونه. اما یه نکته داخل این چت آیدی من چی میتونم قرار بدم وقتی که گفته به من یا اینتیجر باشه یا استرینگ. گفته آقا شما میتونی یا چت آیدی قرار بدی یا یوزرنیم تارگتت رو قرار بدی که معمولا برای چنله، یعنی تارگت چنل داده. پس من میتونم یه کار بکنم، بیام وارد این گروه بشم، ببینم آیدی عددی این گروه هم چیه. فعلا که ندارم آیدی عددی این گروه، درست؟ میتونیم با آپدیت ها بگیریم یا میتونیم با ربات انگام بگیریم. چی کار میکنم؟ میام یه رباتی رو اینجا اد میکنم و طبق اون شناسه این گروه رو میگیرم. اما برای اینکه مطمئن بشیم از صحت کار کردش، چون با چت یاد گرفتیم، بیایم یه دونه کانال ایجاد کنیم با یوزر نیم بهش بدیم. ببینیم وقتی یوزر نیم رو میدیم داخل چنل پیامی ارسال میکنه برامون یا نه. خب الان من یه دونه چنل با نام تست ایجاد کردم و یوزر نیم این رو داره. من میام همین رو کپی میکنم تا اینجا و داخل اینجا بهش میدم. خب الان من این رو بهش دادم و سند رو میزنم. همطور که میبینید میگه آقا چت رو نتونستم پیدا کنم. به خاطر چی؟ شاید بگید چون اینجا باید ادساین بذاریم. میگم اوکی ادساین رو پس میذارم براش. چجوری؟ میگم ابتدا بیا و ادساین رو بهش بده و سند رو میزنم. همونطور که میبینیم میگه آقا دسترسی نداره ربات تو داخل این چنل با این یوزرنیم پیامی ارسال کنه. طبیعتا از نظر امنیت تلگرام ربات ها نمیتونن داخل چنلی ارسال کنن تا زمانی که ادمین نباشند. پس من باید ادمینش کنم. میام این رو کپی میکنم، وارد این میشم و اینجا منیج رو میزنم، قسمت ادمین ها اد میزنم. خب همونطور که اینجا انتخاب شد و تموم. همونطور که الان ادش کردم داخل این کانال و به عنوان یک چی هست؟ یه ادمین هست. زمانی که من اینجا درخواست رو بزنم سند کنم، میبینید داره اطلاعات رو برای من برمیگردونه. حتی دقت کنید حتی اون آیدی چت رو هم برای من برگردوند، یعنی نوشت داخل چه چتی است. و اینجا ببینید های I am robot برای من نمایش داده شده. پس من علاوه بر این میتونم اینجا شناسه کانال هم قرار بدم، یعنی شناسه همین رو کپی میکنم، میام اینجا قرار میدم و سن رو میزنم. زمانی که سن رو میزنم میگه وا چت پیدا نشد. چرا چت پیدا نشد؟ به خاطر اینکه یه چیز رو دقت کنید شما اینجا، زمانی که این رو میزنیم چت ما با یه دونه دش یا یه دونه علامت منها یا خط تیره بعضیا بهش میگم، با این علامت دش انقدر شروع شده و یه دونه صد جلوشه. این صد به مفهوم اینه که یه کانال است، آیدی یه کانال داخل تلگرام. پس من میام چیکار میکنم؟ همینطور میکنم، میگم منفی رو بذار یا دش رو و اون آیدی عددی یعنی این شناسه رو برای من قرارش بده. پس سن رو بزن. همونطور که اینید الان اینجا برای من ارسال شد. حالا تکستش رو عوض میکنیم، send text with chat ID. خب ببینید اینجا برای من ارسال شد. به همین راحتی پس من میتونم این کارا رو انجام بدم. حالا برای گروه چی؟ گروه داخل گروه هم بله ادمین است و میام این یوزرنیم رو بهش میدم. چجوری؟ اینجوری با ادساین. تمام. سند رو میزنم. همونطور که اینجا هم دوباره برای من پیام رو به درستی ارسال کرد و اون شناسه رو برای من برگردون. اون چت آیدی رو فهمیدم
بچه این فرام دیگه، این از کی ارسال شده؟ ما چت رو کار داریم. چون شما بخواید اصلا به طور معمول داخل اکانتتون هست میخواین پیام بدید، به کدوم چت پیام بدید؟ به این چت دیگه. هر کدوم از این چت ها یه شناسه دارن. مثلا الان این یه شناسه داره که من بیام اینجا این رو فوروارد کنم برای چی؟ برای همین ربات یوزر اینفو کو اینجا یوزر اینفو. ببینید برای من شناسه رو برمیگردونه. خب باز میخوام گوشی من زنگ خورد، ولی به هر حال یاد گرفتیم که به این چی میگیم؟ آیدی میگیم یا آیدی عددی که نوعش چیه؟ فرام آیدی است. و به اینم میگیم چی؟ چت آیدی. پس فهمیدیم که ما میتونیم به چت هامون پیام ارسال کنیم، چه بر اساس اون شناسه‌ای که دارن یعنی این عدده، چه بر اساس یوزر نیمشون که دیدید داخل اینجا بر اساس یوزر نیم رفتیم، داخل پیوی بر اساس چی رفتیم؟ گوش. داخل پیوی بر اساس شناسه اون اکانتی که بهش پیام داده رفتیم. شناسه این اکانت هم چی بود؟ این بود دیگه. من بیام اینجا کپی کنم، مینید این بود. الان به این سند کردم، به همین راحتی داره برای من نمایش میده و همونطور که ببینید اینجا پیام برای من اومد. پس دیدید با این روش ما میتونیم برای کاربر یه دونه پیام ارسال کنیم. خب حالا چجوری این رو داخل انگار سورس کدم پیاده سازی کنم؟ بگم آقا چجوری میتونم بهش بگم زمانی که کاربر فلان متن رو به من داد تو بیا یه دونه پیام براش ارسال کن. و اینکه این کار رو داشته باشیم وارد قسمت بعدی میشیم که خیلی چیز ساده ایه. شب با خودتون میگیم وای حجت، من باید بیام اینجا این رو بنویسم، بعد بیام به صورت انقدر پستم داده برش ارسال کنم. طبیعتا کم و بیش بله، ولی اینقدر سخت نه. کارمون رو خیلی ساده تر میکنیم که بتونیم بهینه برخورد کنیم و تمیز بشه کدمون. پس بزنیم بریم قسمت بعدی.